شاهد هستیم جام قهرمانی تحویل کاپیتان تیم داده شد توسط مسئولین محترم جناب آقای مهندس سات، جناب آقای زنده وکیلی و دیگر مسئولین، جناب آقای حیدر بهاروند، جناب آقای جویباری و خسته نباشید و خدا قوت میگیم و خیر مقدم مجدد و به تمامی عزیزان و برگزار کنندگان این جشن